شما رو نمیدونم، اما من خودم دیگه از خوردن همچین میوه‌ای اجتناب میکنم. کدوم میوه است که به علت آنزیمایی که داره باعث متلاشی شدن بافت عضلانی میشه؟ اون میوه خیلی میوه خوشمزه‌ایه، شاید تو خونه، مهمونی یا هر جایی که بریم اون میوه رو به ما تعارف کنن و ما اون میوه رو میل کنیم. ولی اگه از آشپزای حرفه‌ای بپرسید، همیشه میگن که ما برای ترد کردن و برای نرم کردن گوشت از این میوه استفاده میکنیم. هنوز تحقیقات خاصی روی این میوه صورت نگرفته. این میوه پیوندیه و میوه دستساز بشره. این میوه به علت داشتن آنزیمی به اسم اکتین باعث متلاشی شدن بافت عضلانی میشه. حالا من اینجا سوال از شما میپرسم، میوه‌ای که بخواد بافت عضلانی گوشتی که ما میخوریم رو متلاشی کنه، از کجا معلوم که بافت عضلانی معده و روده رو آسیب نزنه؟ این میوه نیست جز کیوی. به نظرم روی خوردن کیوی بیشتر فکر کنید. نظرتون رو با من در میون بذارید. مرسی.